کاربرگ ترکیبات و نشانه ها. در این کاربرگی که من طراحی کردم یک سری کلمات رو براتون نوشتم. شما باید ترکیبات، یعنی همون جدول دوستی و نشانه هایی که در اون کلمه به کار رفته رو پیدا کنید. به عنوان مثال کلمه اول بادام رو میبینیم. ما در اینجا باید ترکیبا و نشانه هایی که درش به کار رفته رو پیدا کنیم و دورش رو با مداد قرمز خط بکشیم. ترکیب اول ترکیب با، اول ردیف نوشته شده، دورش رو خط میکشیم. بعدی دا، بادا، اینجا دورش رو خط میکشیم. و آخرین بادام، آخر که ترکیب نیست، یک نشانه هستش، پایین ردیف نوشته شده. به این ترتیب شما این کار را برای کل کلماتی که من نوشتم تکرار کنید. قطعاً در شناسایی ترکیبات و نشانه ها پیشرفت خواهید کرد.